سلام علیکم تماشابینان عزیز، برادرانی گرامی. اینه حلقه های ترکی باری نو، حلقه های تازه ترکی. انا صفت های خوب شای، صفت های بهترین شای. اینه در نوار میبینه 100 دانه داره، با چوش پلاستماسن. رشته هاشم رشته های خوبه، بهترین رشته ها. اینه بر تماشا کنه نزدیک بین، خیلی عجایباتن خوشروان. انا یوشم 100 دانه هن. اینه گریه هاشو گریه های خوبن، رشته هاشون رشته های قوسی خوشروان، صفت هاشو بهترینن. 100 دانه هن. اینه ایشم هم خیل ایشم 100 دانه گه های. اینه چند نمود سویت های، سویت های بهترینن. همه این نمودش خوبه. تماشا که کدامش که مقله 100 دانه گه هاش نرخوش 400 سومانی. انا یوش 85 دانه هن، یا 85 دانگی هن. میارم صفت های خوبن، بهترینن. پاچه هاشو چوبن یارم. 85 دانگی دارن. نرخی یا 350 سومانی. 350 سومانی نرخشون. سویتاشون هم سویتای خوبن، همش سویتاشو زمینی هن. خب اینه قفصی ترکی. قفص چه خوبه، خشروه عجیباته. نرخش 350 سومانی. عجیباته. تماشاش کن. خب اینه این حلقه ها. کسی در کار رقم را میمونم پایانی ویدیو دا. مرحمت. همه نمودش هست، خوب باشن، بهترین باشن. 100 دانگی هم. اینه بک شدگیشون. اینه نشون میتیم. اینه 100 دانه داره، پاچوش پلاستماسن. عجیباته. سویچ هم سویتی زمینی های. رشته هاشون مستحکمی خوبان انشاءالله. خب این همی ها حلقه های بهترین. ایراد همش پاچوش پلاستماسی یعنی اینوش چوبان. یا 85 دانگی دارن. یا برید که تکرار میکنیم. 85 دانگش 350 سومون، 100 دانگش 400 سومون. بهترین حلقه هم. تماشا کن. کدامیده در کار رقم را پایانی ویدیو دا میمونم. خیلی با کدامش در کار رسم میگیرم، رسمشون یک دونه روی میکنم. ایبر میکنی کدامش در کار دا شما. این همین برادرای عزیز، کدامیده در کار مرحمت. دیگه برادرها رو هم برسونی، ویدیو رو دستگیری کنید و بچه ها پیریدت کنید. خدا نگهبان ما و شما. سلامت باشی، زنده باشی.